خوب جنگیجوف خیرآمدم بسیار هم خوب تشریف آوردن. امروز هم هیئت مکمل این ناحیه آموزگار خیلی زیادم و حیث داور بالای گریم هم خوب جنگیجوف حالا در میدان امروزه تیمورملک معرفی شدم. دختران را اگر نشد تشکر برای تشریفتان. انتخاب شما برای ما مهم نیست چون که فقط حالی به حالی پوشید میگرد. پهلوانای وحش، قربان تپه، توسن زاده، حصار، همه مهمانان ارجمند را باری دیگر به این سرزمین همیشه بهار خیرمقدم میگوییم. خواهشمندیم که به وقت اعتبار و دقت جدی دهید چون که در جماعت دهاتی دهنه کلاب شهر بارش زیادی باران برات مسابقه تاثیر خود را رسانید و آرمان‌های زیادی پهلوانان را ما هم دیدیم. خواهشمندیم که زودتر پیش از آغاز مرحله‌های اساسی به میدان بیایم. نام امین جان رحمت شما بیدرف دست همین خیلی حرکت کرد چی شد؟ همون اشتیاقی خسکی هر دو اینا هم کناری دیگر روان. هر دو کلازمایی گلدختری قشنگی دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان نتیجه بخش نشد. مساوی در چلچپ به نظر گرفته نه یکی من دخترم بشود. استاد معظم ساحه تربیه جسمانی و ورزش و تلقین بیشتر میکردن و نشانیمت که امروز مهمانی ما هم راست میگویند. یک تحفه برای صحت اول هنرنمایی پهلوانی با شهوده پرتوفتش خلال سلامت باشید. موسیقی های جالب تنین انداز میگردم برای بابت آمدنی هم مخلصان هم پهلوانان نورس دستی شما درد را نبیند. 15 دقیقه نورسان در اختیار دارم. خواهشمند به ترتیبی درست و جفتی معین موافق تنها اجازت داده شود که به میدان بیاید. پای افزار هوشیار برادر عزیز برای این نظام و ترتیب خواهشمندیم دورتر مانند. پای افزارات را نگیرید که گیرید پای افزارات را نگیرید جایها اونجا بگذرونید. متصدی خواهیم افسانه بگیرید این جوانه نه بر آمدن شما از همین منطقه است. از همین جا سرخانه بابو معلم از این منطقه بچه ها سفر بگیرید. برای ثبت از خواهشمند پای افزارها رو زود از این منطقه روز بیرون کنید. این کودکان آینده گوشتی تاجیکم محبت رو با توسط جلبی این چهره ها باز هم در قلبشان زیادتر میکنیم.
خواهشمندیم همه با همان دست و دل گرم پهلو در پوشین امروزه چیلچن نیست. خواهشمندیم با انعنه سنتی چون سیمرو دولت و فرزندی همین دیار از کدوم دور دیده تاج سر در توصیه و مشورت های سودمند هم به مربیان جوان دستور شما ضرور است. خواهشمندیم از پیران چشمی کردان هم سبق گیرد. در گوشتین امروز بدن پهلو این ترتیبی مسابقات رسمی نیست، فقط در میدانداری چیلچه با تخت پوش افرانیدن است. خواهش میکنیم. نورس رو حواسمند کنیم وقتی که فرزندی تاجیک 5 سال است خلعت با بر میکند. این هم شرافتی استقلالیت شرافت صلح و وحدت کامل ملی است که امروز شکر از فضای آباد و آزادی وطن محبوب ما که نوروز را ما در جهان تنتنه میکنیم. گوشتین ملی ما یک قدم دیگر بر سعی بین المللی نهاد. این هم شرافتی استقلالیت دولتی و باز هم غمخواری امروز افسون سرور معظم ملتن که بر ورزش های سنتی ما توجه خاص ظاهر میکنم و در سمت رشد ورزش های ملی علل خصوص گوشتین سنتی و مسئولین دستور سفارش بدهم که نه تنها در جشن نوروز بلکه در همه چهارمین های ملی و دولتی این مسابقات راه اندازی کردند. توجه میکنیم دوستان عزیز. حالا از اکای سامی یک هنرمندی محبوب ناحیه آوازدار یوغان خواهش میکنیم یک موسیقی جالبی که آماده کردن. گلدختران تاجیک امروز نه تنها در فرهنگ و صنعت و معماری و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق کشور